غده تیروئید یکی از مهمترین غده‌های درونریز بدن ماست که درست در جلوی گردن قرار داره، کمی پایین‌تر از حنجره و بالاتر از استخوان جناق. این غده کوچیک اما حیاتی وظیفه تنظیم سوخت و ساز، متابولیسم و حتی ذخیره انرژی بدن رو بر عهده داره. تیروئید هم مثل هر بخش دیگه بدن میتونه دچار مشکلاتی بشه، از جمله کمکاری، پرکاری، وجود گره‌ها یا همون نودول‌ها و در بعضی موارد سرطان تیروئید. موضوع امروز ما بیشتر در مورد کمکاری تیروئیده. سلام، من افشاری هستم، فارغ التحصیل رشته بیهوشی و پژوهشگر تغذیه و سبک زندگی سالم و خیلی خوشحالم که از طریق کانال دکتر ویز در خدمتتون هستم. اگر سوالی داری همین الان در بخش کامنت ها برامون بنویسید. یادتون نره قبل از شروع ویدیو کانال رو سابسکرایب کنید. لایک و کامنت هم خیلی بهمون انرژی میده. برگردیم به موضوع تیروئید. همونطور که گفتم تیروئید غده‌ایه که در جلوی گردن و معمولا در خط وسط قرار داره، مگر اینکه به دلایلی بزرگ بشه یا یکی از لوب‌هاش بیش از حد رشد کنه که در این صورت شکل متقارن خودش رو از دست میده. وقتی تیروئید دچار کمکاری میشه یعنی نمیتونه مقدار کافی از هورمون تیروئید رو بسازه. همین باعث میشه فرایندهایی که به این هورمون وابسته هستن توی بدن کاهش پیدا کنن یا حتی متوقف بشن. علائم کمکاری تیروئید متنوع هستن ولی هیچ کدوم اختصاصی نیستن و ممکنه که در بیماری‌های دیگه هم دیده بشن. از علائم شایعش میشه به خستگی و کاهش انرژی اشاره کرد. تغییرات پوستی مثل خشکی پوست، نازک و شکننده شدن مو یا حتی ریزش اونها هم ممکنه که بروز کنه. موها میتونن زربتر از قبل بشن، گاهی هم ضربان قلب کند میشه یا توانایی فرد در ورزش کاهش پیدا میکنه. اگه که کمکاری تیروئید شدید دارین و درمان نشه حتی ممکنه باعث مشکلاتی مثل اختلال حافظه، کاهش تمرکز و علائم عصبی بشه. حالا سوال اینه که کمکاری تیروئید بیشتر در چه افرادی دیده میشه؟ بعضی از انجمن‌های علمی پیشنهاد میکنن همه افراد از یک سنی به بعد تست تیروئید بدن، اما این موضوع هنوز مخالفان خودش رو داره. چیزی که قطعی تره اینه که کسانی که علائمی مثل خستگی طولانی مدت، مشکل در کنترل وزن، افزایش وزن بدون پرخوری یا افزایش کالری یا خانم‌هایی که دچار اختلال قاعدگی و مشکلات پوستی میشن بهتره که آزمایش تیروئید بدن. تست اصلی و اولین قدم در تشخیص آزمایش خون تیروئیده. معمولا محدوده نرمال بین نیم تا 4.5 در نظر گرفته میشه. البته باید بدونید این عدد با افزایش سن تغییر میکنه. مثلا یک فرد 80 ساله اگه سطح تیروئیدش 7.5 باشه ممکنه طبیعی محسوب بشه، در حالی که همین عدد برای خانم 30 ساله غیر طبیعیه. به همین خاطره که بعضی وقتها اشتباه پیش میاد و برای فردی که واقعا سطح تیروئیدش نرماله تشخیص کمکاری داده میشه. درمان کمکاری تیروئید در واقع جایگزین هورمون تیروئیده. رایج ترین دارویی که استفاده میشه قرص تیروکسینه که با برندهای مختلف در داروخانه ها وجود داره. این دارو همون هورمونی رو که تیروئید قادر به ساختنش نیست به بدن میرسونه. در بعضی کشورها داروی تیروئید به شکل‌های مختلف مثل سافت ژل، مایع یا حتی تزریقی هم موجوده، اما توی ایران فقط قرصش در دسترسه. پس درمان کمکاری تیروئید اساساً با جایگزینی هورمون تیروئید انجام میشه. نکته خیلی مهم اینه که مصرف این دارو باعث نمیشه مشکل برای همیشه برطرف بشه و بعد بتونیم دارو رو قطع کنیم. درمان فقط به صورت جایگزینی هست با قرص لووتیروکسین و معمولاً باید طولانی مدت ادامه پیدا کنه، حتی در بیشتر موارد تا آخر عمر. حالا بریم سراغ علتهای کمکاری تیروئید. شایع‌ترین دلیل خود سیستم ایمنی بدنه. در واقع در بیشتر از 90% موارد سیستم ایمنی بدن به غده تیروئید حمله میکنه و سعی میکنه اون رو از کار بندازه. به این حالت بیماری خود ایمن یا اوتو ایمن میگن. چرا این اتفاق میفته؟ علتش دقیقاً مشخص نیست، اما میتونه زمینه ارثی و خانوادگی داشته باشه.
یکی دیگه از علت‌ها کمبود یوده. البته خوشبختانه حدود 30 ساله که با اضافه کردن یود به نمک خوراکی این مشکل در کشور ما برطرف شده. قبلا حدود 50 سال پیش در بعضی مناطق ایران کمبود یود خیلی شایع بود، اما الان تقریبا دیگه دیده نمیشه. علت‌های نادر دیگه هم وجود دارن، مثل بعضی بیماری‌های ذخیره‌ای که باعث میشن موادی مثل آهن در بدن زیاد بشه و داخل تیروئید جمع بشه. بیماری‌هایی مثل سارکوئیدوز یا هموکروماتوز هم میتونن نقش داشته باشن. همینطور بعضی داروها هم ممکنه تیروئید رو دچار مشکل کنن، مثلا داروی لیتیوم که در روانپزشکی استفاده میشه یا داروی آمیودارون. جالبه بدونید که آمیودارون هم میتونه کمکاری ایجاد کنه و هم پرکاری. به طور کلی اما شایع‌ترین علت همون بیماری خود ایمن یا هاشیموتو هست. وقتی که درمان شروع میشه ما باید مرتب وضعیت تیروئید رو بررسی کنیم. معمولا هر 6 تا 8 هفته یک بار آزمایش خون میدیم تا سطح تیروئید مشخص بشه و بر اساس اون دوز دارو تنظیم بشه. برای شروع درمان اگر که فرد مشکل قلبی نداشته باشه و وزنش حدود نرمال باشه، مثلا 70 کیلو، معمولا با یک قرص 100 میکروگرمی شروع میکنن. به طور دقیق تر میشه حدود 1.6 میکروگرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن. تنظیم دارو باید مرحله به مرحله انجام بشه، یعنی نمیتونیم یک دفعه دوز رو 2 برابر یا نصف کنیم. بر اساس مطالعات علمی تغییر دوز باید به صورت روزانه حدود 12.5 تا 25 میکروگرم باشه. این تغییر رو میشه به صورت هفتگی هم حساب کرد. مثلا اگه بخوایم 25 میکروگرم روزانه اضافه کنیم میشه معادل 2 تا قرص در هفته. این 2 قرص رو میشه در 2 روز آخر هفته مصرف کرد بدون اینکه نیاز باشه هر روز قرص رو به 4 قسمت تقسیم کرد. بعد از اینکه تیروئید به سطح نرمال رسید دیگه نیازی به آزمایش‌های مکرر نیست. معمولا سالی یک بار یا حتی هر 2 سال یک بار کفایت میکنه. اما یک سوال مهمی که خیلی از مراجعین میپرسن اینه که اگه کسی کمکاری تیروئید داشته باشه ولی درمان نکنه چه اتفاقی میفته؟ جوابش اینه که چون که تیروئید متابولیسم کل بدن رو تنظیم میکنه روی همه سیستم ها اثر داره، از قلب و عروق گرفته تا گوارش، مغز و اعصاب. پس درمان نکردن کمکاری تیروئید میتونه عوارض زیادی ایجاد کنه، مثل یبوست طولانی مدت، خشکی پوست، ریزش مو، اختلالات قاعدگی و حتی ناباروری در خانم ها. از طرف دیگه ممکنه که روی قلب و عروق هم اثر بذاره، مثلا نارسایی قلبی رو تشدید کنه یا باعث تجمع مایع در اطراف قلب و ریه ها بشه. پس درمان کمکاری تیروئید برای همه افراد قطعی و ثابته، چون که این بیماری میتونه عوارض زیادی داشته باشه. یکی از پرسش‌های پرتکرار اینه که کسی که کمکاری تیروئید داره آیا باید رژیم غذایی خاصی رو رعایت کنه؟ خیلی ها شنیدن که نباید کلم یا سویا بخورن. واقعیت اینه که بعضی از خوراکی‌ها به اسم گواتروژن شناخته میشن. یعنی میتونن در روند ساخت هورمون تیروئید یا جذب یود اختلال ایجاد کنن. اما نکته مهم اینه که هیچ مرجع علمی و هیچ کتاب معتبر پزشکی توصیه نمیکنه افراد مبتلا به کمکاری تیروئید رژیم سختگیرانه داشته باشن. مثلا کلم وقتی که پخته بشه خاصیت گواتروژنیش از بین میره. در نتیجه کسی که داروی لووتیروکسین مصرف میکنه میتونه رژیم غذایی عادی داشته باشه و نیازی به پرهیز خاصی نداره. سوال دیگه‌ای که زیاد مطرح میشه اینه که درمانی غیر از لووتیروکسین وجود داره؟ پاسخ روشنه نه. تنها درمان مؤثر جایگزین هورمون تیروئید هست. بعضی‌ها فکر میکنن مثل پرکاری تیروئید عمل جراحی میتونه مشکل رو برطرف کنه، ولی در کمکاری ما با غده‌ای روبرو هستیم که خودش هورمون تولید نمیکنه. پس حتی اگر که جراحی هم انجام بشه فایده‌ای نداره. پس جراحی هیچ نقشی در درمان کمکاری تیروئید نداره و فقط در مشکلات دیگه‌ای مثل نودول یا سرطان تیروئید استفاده میشه. یک نگرانی مهم برای خانم‌ها اینه که آیا کمکاری تیروئید در بارداری خطرناکه؟ بله.
چون که جنین تا حدود هفته 13 یا 16 هنوز غده تیروئید فعالی نداره و برای رشد به هورمون‌های تیروئید مادر وابسته هست. مخصوصاً رشد مغز و سیستم عصبی جنین در این مرحله حیاتی هست. پس اگر که مادر دچار کمکاری درمان نشده باشه، ممکنه که مشکلاتی مثل سقط، زایمان زودرس یا آسیب به جنین پیش بیاد. به همین دلیل در بارداری درمان اهمیت بیشتری پیدا میکنه. خوشبختانه دارویی که استفاده میکنیم یعنی همون لواتیروکسین کاملا ایمنه و هیچ خطری برای جنین نداره. جالب اینجاست که در دوران بارداری نیاز بدن به این دارو بیشتر میشه و به محض مثبت شدن تست بارداری معمولا دوز دارو باید حداقل 30% افزایش پیدا کنه. در طول بارداری هم ماهی 1 بار آزمایش تیروئید گرفته میشه تا دوز به خوبی تنظیم بشه. یک سوال دیگه، آیا ممکنه کمکاری به پرکاری تیروئید تبدیل بشه؟ بله، این احتمال وجود داره، ولی خیلی کم. علت اصلی هر دو بیماری واکنش سیستم ایمنی بدنه. در بعضی موارد بیماری هاشیموتو یا همون کمکاری خود ایمن و بیماری گریوز یا پرکاری خود ایمن میتونن به هم تبدیل بشن، اما معمولاً بیشتر پرکاری به کمکاری تبدیل میشه تا برعکس. حالا برسیم به نوع خفیفتر کمکاری که بهش میگن ساب کلینیکال. این نوع زمانی تشخیص داده میشه که در آزمایش هورمون TSH بالاتر از حد نرمال باشه ولی سطح هورمون تیروئید طبیعی باشه و علائم واضحی هم دیده نشه. اینجا نکته خیلی مهم اینه که ما همه موارد ساب کلینیکال رو درمان نمی کنیم. خیلی وقتها دیده شده که با یک آزمایش که TSH کمی بالا هست سریع درمان شروع شده، در حالی که این درست نیست. باید دست کم 2 بار و با فاصله 3 ماه آزمایش تکرار بشه تا مطمئن بشین که مشکل واقعی وجود داره، چون که اگر بی‌دلیل دارو داده بشه ممکنه که فرد دچار پرکاری ساختگی بشه که خودش عوارضی مثل مشکلات قلبی یا پوکی استخوان ایجاد میکنه. خب حالا چه کسانی در نوع ساب کلینیکال نیاز به درمان دارن؟ افرادی که قصد بارداری دارن، چون که حتی کمکاری خفیف میتونه خطرناک باشه. کسانی که TSH بالای 10 دارن، کسانی که آنتیبادی تیروئید یا TPO آنتیبادی در خونشون بالا هست، اما در بقیه افراد مخصوصا سالمندان نیازی به درمان نیست، چون که مقدار TSH با بالا رفتن سن کمی زیادتر میشه و برای افراد مسن عددهایی مثل 6 یا 7 طبیعی محسوب میشه. یه نکته دیگه هم هست، بعضی افراد از لواتیروکسین برای کاهش وزن یا بالا بردن متابولیسم استفاده میکنن. این کار اصلا توصیه نمیشه، چون که نه تنها کمکی به لاغر شدن نمیکنه، بلکه میتونه سلامت قلب، استخوان و کیفیت زندگی رو به خطر بندازه. ممنون که تا پایان ویدیو همراه چنل دکتر 20 بودین. اگر که ویدیو رو دوست داشتین ممنون میشم که اون رو لایک کنید و عدد 20 رو توی کامنت ها برامون بنویسید. همینطور ویدیوهایی که در انتها بهتون پیشنهاد میشه رو هم ببینید که کلی اطلاعات مفید در اختیارتون گذاشتیم. و اگه هنوز کانال دکتر 20 رو سابسکرایب نکردید سابسکرایب کنید که کلی محتوای جدید در راهه. قدر سلامتیتون رو بدونید و مراقب خودتون باشید و تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار.